میخوایی بدونی قوی ترین پاسپورت جهان متعلق به چه کشوریه که با اون میتونی بدون داشتن ویزا به 180 کشور جهان سفر کنی؟ تا آخر ویدیو همراهمون باش، چون که قصد داریم 10 تا از قوی ترین پاسپورت های جهان رو در سال 2024 بهت معرفی کنیم. وبسایت پاسپورت ایندکس همواره در حال اندازه‌گیری قدرت پاسپورت های مختلف دنیاست و هر سال اونها رو با هم مقایسه میکنه. خب بریم که دونه دونه بررسیشون کنیم. دهمین پاسپورت قدرتمند جهان در سال 2024 متعلق به 2 کشور مالزی و موناکوه. شهروندان این 2 کشور میتونن با پاسپورتاشون به 169 کشور جهان سفر کنن. پاسپورت های 3 کشور قبرس، رومانی و بلغارستان نهمین پاسپورت های قوی سال 2024 هستند. مردم این 3 کشور میتونن با در دست داشتن پاسپورت های خودشون به 171 کشور جهان سفر کنن. رتبه 8 متعلق به 4 کشور اروپایی دیگه است. کشورهای کرواسی، ایسلند، لتونی و لیختنشتاین. مردم این 4 کشور میتونن با پاسپورت های خودشون به 172 کشور سفر کنن. مقام 7 متعلق به 6 کشوره: استونی، مالت، لیتوانی، اسلوونی، استرالیا و کانادا. کشورهایی که مردمش با پاسپورت های رنگارنگشون میتونن به 173 کشور جهان سفر کنن. 6مین پاسپورت قوی جهان برای مردم ژاپن، اسلواکی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا و نیوزیلنده. شهروندان این کشورها میتونن با پاسپورت هاشون به 174 کشور دیگه مسافرت برن. رتبه 5 قوی ترین پاسپورت های جهان در سال 2024 با قدرت سفر به 175 کشور متعلق به مردم کشورهای نروژ، یونان، جمهوری چک، مجارستان، انگلستان و کره جنوبیه. مردم کشورهای اروپایی بلژیک، دانمارک، لهستان، پرتغال و ایرلند صاحب 4مین پاسپورت قدرتمند جهان هستند. مردم این 5 سرزمین میتونن با پاسپورت های خودشون به 176 کشور سفر کنند. و اما مقام 3 قوی ترین پاسپورت های جهان در سال 2024 هم متعلق به 5 کشور اروپایی دیگه است. کشورهای سوئد، فنلاند، اتریش، لوکزامبورگ و سوئیس. شهروندان این کشورها میتونن به 177 کشور جهان سفر کنند. رتبه 2 باز هم متعلق به 5 کشور اروپایی دیگه است: اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و هلند. مردم این 5 کشور با پاس‌های خودشون میتونن به 178 کشور جهان سفر کنن. و اما قوی ترین پاسپورت جهان در سال 2024 متعلق به امارات متحده عربیه. شهروندان اماراتی با پاسپورت های خودشون میتونن به 180 کشور جهان سفر کنن و تنها برای سفر به چند کشور محدود باید ویزا هم داشته باشن و خلاصه از این لحاظ خیلی به نفعشونه. خب اینم 10 تا از قوی ترین پاسپورت ها در سال 2024. لایک ویدیو یادتون نره و مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودید.